سلام، وقتتون بخیر. در خصوص تفویض اختیاری که اعمال شده برای سایت مای تکس و اینکه قرار حقوق ها از طریق مای تکس لیست مالیات حقوق ازش ارسال بشه، نیاز یه سری توضیحات بدم. اینکه نحوه ارسال فهرست حقوق از آبان ماه 1404 دیگه از طریق همین مای تکس انجام میشه. توضیحش هم اینه: جهت ارسال فهرست حقوق از این ماه ابتدا پرونده رو از فهرست زیر انتخاب کنید، با فشردن کلید ورود به سامانه مالیات بر درآمد حقوق بشید. جهت اینکه بخواید ارسال کنید شعبتون رو انتخاب میکنید، نماینده مشخص میکنید و بعد میتونید ارسال لیست مالیات حقوقتون رو داشته باشین. حالا این کاری که میخوایم انجام بدیم دقیقاً از کجا باید انجام بشه و چجوری میتونیم پیش ببریم؟ خب وارد تفویض اختیار میشیم، فهرست نمایندگان من. دقیقا اینجا این فعالسازی انجام میشه. اینجا حالا بابت دسترسی های دیگه است. ثبت نماینده جدید رو میزنم که آموزش بدم، این دسترسی دیگه ای بوده. انتخاب سامانه رو میزنیم، سامانه مالیات بر حقوق رو انتخاب میکنیم، پروندهمون رو تیوان تراز، شعبه دفتر مرکزیمون، کد ملی شخصی که میخوایم بهشون انتقال بدیم این تفویض اختیار رو مشخص میکنیم و میگیم تا چه تاریخی. شما ممکنه که ماه به ماه این رو بخواید آپدیت کنید بنا به کاری که انجام میدید. ممکنه هم هست بگیم آقا من تا آخر امسال این رو ببرم 404 و مثلا تا 1 فروردین 1405 میخواد طرف توی این سیستم کار بکنه. یعنی شما حسابدارتون رو، کسی که قرار مالیات بر حقوقتون رو انجام بده، تایید اطلاعات میزنید، یک کد برای اون شماره و اون شخص میره، یعنی به همراه کد ملی که داره برای اون طرف کد میره. کد رو وارد میکنیم و تفویض اختیار انجام میشه. الان شخصی که حالا داره فعالیت میکنه، سامانه مالیات بر حقوق دستشه، نام شرکت مشخصه، اینجا فعال هستش و میتونه از طریق دسترسی خود اون شخص بتونه ورود پیدا کنه و مالیات بر حقوقش رو ارسال بکنه. در ادامه مسیر به اون شخصی که الان من اون تفویض اختیار رو انجام دادم وارد کارپوشش میشم. این کار برای اینه که خب پرسنلی که دارن فعالیت میکنن، حالا واحد حسابداری هر روز بابت حالا مالیات حقوق و فلان و این صحبت ها خیلی نخواد اطلاعات بگیره، اومدن یه دسترسی گذاشتن که راحت تر این مسیر بره جلو. الان وارد پرونده شخصی شدیم که بهش تفویض اختیار کردیم. میریم توی تفویض اختیار، اختیارات تفویض شده، ورود به سامانه مالیات بر حقوق، تیوان تراز ناو و خب این کد رهگیری و تاریخ اعطا و انقضاش هم مشخصه. وارد سالریش میشیم، همون حالا جایی که فعالیت قبلا انجام میشد. الان با این سر و شکل میتونیم لیست رو ارسال کنیم و انجامش بدیم. یه موضوع دیگه ای که هست، ما اگر بخوایم با خود سیستم هر شرکتی وارد هم بشیم، امکان پذیر هست. من یه توضیحی بدم. همونجا که میخوایم اطلاعات رو بزنیم میتونیم وارد مای تکس اون شرکت بشیم و ارسال مالیات حقوقش رو انجام بدیم. من یه توضیحاتی بدم در این خصوص، چون الزام این که حتما یک نفر باشد رو نداریم، ولی جهت انجام امور راحت تر و اینکه دسترسی راحت تر بخواد بشه، ما میتونیم از این طریق پیش ببریم. وارد سامانش میشیم، اون کارپوش اولیه‌اش رو میاریم، فهرست ورود به سامانه مالیات بر حقوقش رو میزنیم و همونجا اطلاعات رو میتونیم ارسال کنیم. اون کاری که انجام دادیم و تفویض اختیاری که انجام شده صرف اینه که خب دسترسی برای نفراتی که دارن فعالیت میکنن، واحد حسابداری و مالی راحت تر بشه و کار سریعتر پیش بره. هر سوالی در این خصوص هست ما در خدمتون هستیم. بپرسین. کانال تلگرام، فضای اینستاگرام، سایتمون هست، سوالاتشون رو مطرح کنین، در خدمتتون.